نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادات الله متعال و تلاوت آیات کلام الله مجید و تدبر در معانی آن و عمل به دستوراتش بهتر و زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. با شما هستیم با سوره مبارکه ممتحنه، سوره‌ای که 60مین سوره قرآن کریم هست و در مدینه منوره نازل شده. این سوره نامش هست ممتحنه، یعنی امتحان گرفتن و آزمون گرفتن از زنهایی که مسلمان می شدن در صدر اسلام در مدینه منوره و هجرت می‌کردند بعد از صلح حدیبیه از مکه مکرمه به مدینه منوره. وجه تسمیه این سوره به خاطر این هست که در آیه 10 این سوره ذکر میشه حکایت زنهایی که مسلمان میشدن و شوهرشون کافر بود و هجرت می‌کردند که الله متعال فرمود از اونها امتحان ایمان بگیرید. در این سوره الله متعال در ابتدا درباره دوستی و مودت با کفار صحبت می‌فرماید. شأن نزول این سوره این هست که رسول الله علیه السلام روزی به علی رضی الله عنه و زبیر ابن العوام و مقداد ابن الاسود رضی الله عنهم اجمعین فرمود که برید خارج از مدینه در فلان باغ، خانمی اونجاست و نامه‌ای به همراه خود داره و نامه او رو بگیرید و بیاورید. قبل از فتح مکه این اتفاق افتاد و رسول الله علیه السلام آمادگی می‌گرفتند برای فتح مکه که جبرائیل امین علیه السلام آمد و جریان نامه ای رو برای ایشان گزارش داد که نامه ای داره میره به سمت مکه و فردی از مدینه نوشته و اسراری رو برای اهل مکه داره میفرسته. رسول علیه السلام دستور دادن تا این نامه آورده بشه. علی رضی الله عنه میفرماد رفتیم و آن زن رو در آن باغ یافتیم و از او خواستیم که نامه رو تحویل بده. اول انکار کرد و تهدیدش کردیم و نامه رو تحویل داد و در بین موهای خود پنهان کرده بود. وقتی باز کردیم با کمال تعجب صحابی به نام حاطب ابن ابی بلتعه این نامه رو نوشته برای اهل قریش و در اون اسراری از مسلمان ها و رسول الله علیه السلام نوشته شده است. وقتی نامه رو به رسول الله علیه السلام تحویل دادن، رسول الله علیه السلام صحابی خودشون حاطب رو طلب کردن و گفتن حاطب این چیست؟ به هر حال اینجا حکایت خطرناکی پیش آمده و رسول الله علیه السلام توضیح خواستن از حاطب. حاطب فرمود که یا رسول الله در قضاوت درباره من شتاب نفرمایید. من نه از روی کفر و نه از روی حب نسبت به اهل مکه و کفر و مشرکین این کار رو کردم. من این کار رو به خاطر این نکردم، مرتد نشدم و اونها رو هم دوست ندارم. اما همه کسانی که در بین مهاجرین هستن در مکه مکرمه به هر حال فامیلی دارن، قومی دارن و به وسیله اون فامیل و قومشون اونجا سرمایه های خودشون و خانواده‌ای رو که دارن محافظت میکنن. من از قریش نبودم و وصل شده بودم به نحوی با قریش و کسی رو در بین قریشیان مکه ندارم و فقط این کار رو گفتم حال که نسبتی به اونها ندارم، نسبت نسبی، حداقل این گونه خدمتی به اونها کرده باشم تا این گونه من خانواده خودم و خویشاوندان خودم و اموال خودم رو در اونجا محافظت بکنم. رسول الله علیه السلام فرمودند که حاطب راست گفت. این آیات نازل شد در مذمت همکاری با کفار و مشرکین. در این آیات این گونه می‌خوانیم که الله تعالی می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مؤمنان،
لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. دشمن من الله و دشمن خود رو به دوستی نگیرید. این تعبیر خیلی صریح، واضح و آشکار است. یک قانون کلی است برای هر مسلمان. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که مؤمن شدید، ایمان آوردید، لا تتخذوا عدوی، دشمن من الله، کسی که الله رو قبول نداره، کسی که مشرک است، کسی که کافر است، کسی که ملحد است، هر کسی که موحد نیست و الله رو به یگانگی قبول نداره، این انسان دشمن الله است. این رو به دوستی نگیرید. دشمن الله وقتی بود، دشمن موحدین هم هست به طریق اولا، مؤمنین و مسلمان ها هم هست. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. به دوستی نگیرید، دوستی نکنید، محبت اونها رو در قلب خود جای ندید. محبت اونها رو در قلب خودتون جای ندید. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. یک محبت فطری است، انسان‌ها رو به صورت عموم همه انسان‌ها رو دوست داره. و احیانا مثلا پدر فرزند رو دوست داره، فرزند پدر رو دوست داره، همسر رو دوست داره. این طبیعی است. این مذمت نمیشه. اما دوست داشتن کفر، دوست داشتن فعل کفر، حمایت از کفر، حمایت از فعل کفر، حمایت از عقیده کفری و دوست داشتن یک شخصی که دشمن الله و رسول هست، محبت اون رو در دل داشتن کش نسبتی هم با آدم نداره، این مذمت میشه. حالا یک وقتی هست کسی فرزندش، پدرش، مادرش، از نزدیکانش هست، این ملامت نمیشه کسی، این محبت فطری است. اما یک شخصی رو که هیچ انسان رابطه‌ای با اون نداره، دوست داره، کافری است، دشمن الله و رسول هم هست، هر چقدر هنر داشته باشه، هر چقدر اون طرف بالاخره یک مزیتی در وجودش باشه، دوست داشتن اون هیچ توجیه پذیر نیست. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. شما برای آنها محبت میفرستید، با آنها ابراز محبت میکنید. تلقون الیهم بالموده، محبت میافکنید به سوی اونها. و قد کفروا بما جاءکم من الحق، در حالی که آنها کافر شدن با آن حق و حقیقتی که پیش شما آمده، به قرآن کریم، به پیامبرتون. یخرجون الرسول و ایاکم، رسول الله رو از مکه اخراج کردن، شما رو اخراج کردن. شما دیگه الان دوباره دارید با اونها دوستی میکنید. پیامبر رو اخراج کردن. با کسی که الان دشمن خونی شماست، بر علیه شما داره میجنگه، چه جنایت ها که نکرده، با اونها دوستی میکنید. در زمان رسول الله علیه السلام مشرکین مکه، در زمان ما و شما هم این گونه است. اون کسانی که مسلمان ها رو میکشن، اون کسانی که مسلمان ها رو از شهر دیارشون بیرون میکنن، اون کسانی که بر سر مسلمان ها بمب میریزن، اون کسانی که جنایت میکنن، کافرن، ظالمن، ستمگرن، متجاوزن، دوستی با اینها چه معنایی داره؟ چه معنایی میتونه پیدا بکنه؟ اینها با شما دشمنی میکنن، ان تؤمنوا بالله ربکم. دشمنی اینها با این شما اینه که جرم شما چی بوده؟ جرم اینها شما اینه که شما ایمان آوردید به اللهی که رب شماست. اینها با شما دشمنی میکنن، شما رو میکشن، شما رو بیرون میکنن از شهر کشورتون، کشورهای شما رو اشغال میکنن، شهر دیار شما رو اشغال میکنن، شما رو به زندان ها میاندازن، تجاوز میکنن، اهانت میکنن، توهین میکنن. فقط جرم شما چیه؟ جرمتون ان تؤمنوا بالله ربکم. شما به الله تعالی که رب شما ایمان آوردید. شما با اینها دوستی نکنید. ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. اگر واقعا شما حقیقتا به خاطر رضایت من الله تعالی جهاد و به خاطر جهاد در راه من خارج شدید، اگر به خاطر من دارید جهاد میکنید، اگر به خاطر من از خانه خارج شدید، اگر به دنبال کسب رضایت من الله متعال هستید، من به شما میگم که شما نباید با دشمنان من دوستی بکنید، دست مودت بدید، نباید با اونها دوستی بکنید. ما حتی درباره کمک خواستن از مشرک برای زدن یک مشرک دیگر ممنوع هست کارش. ما اجازه نداریم از یک مشرکی کمک بگیریم برای زدن یک مشرک دیگر، چه برسه که با مشرکی همکاری بکنیم برای زدن خدای نکرده مسلمانی، برای زدن کس دیگری. این قانون الله متعال است. حالا شما تصور بکنید وضعیت اون کسانی که امروزه در امت اسلامی دست با دست کفار در مجالس، در محافل می نشینن، متحد میشن، همکار میشن، همراه میشن برای زدن مسلمانان. چه وضعیتی خواهند داشت اینها؟ چه حکایتی خواهد بود بین اینها با کفار و چه سرانجامی برای اینها خواهد بود؟ تسرون الیهم بالموده، مخفیانه برای اونها اعلان محبت میکنید.
و انا اعلم بما اخفیتم و من الله با عظمت آگاه هستم با آنچه که شما مخفی میکنید و ما اعلنتم و آنچه که آشکارا میگویید. پشت صحنه، مخفیانه، نامه‌های زیرمیزی، تماس‌های مخفیانه، ملاقات‌های سری با کفار، با دشمنان اسلام نشستن با اونها، این ایمان رو برباد میده. این ایمان رو برباد میده. و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل، و هر کسی از شما این کار رو بکنه راه راست را گم کرده است، راه حقیقت خودش رو گم کرده و از راه به در رفته است. این یثقفوکم، اگر همین کسانی که شما با اونها اعلان محبت میکنید، دست پیمان دوستی داده اید، همکار شدید، شما به چنگ اونها بیافتید، اونها بر شما سیطره پیدا بکنن، دست اونها به شما برسه، یکون لکم اعداء، اونها دشمنان شما خواهند بود. و یبسطوا الیکم ایدیهم، و اونها دست دراز خواهند کرد به سمت مال شما، جان شما، ناموس شما، آبروی شما، وطن شما، دین شما، هر آنچه که شما در زندگی دارید. و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء، و همچنین زبانهای خود رو به دشمن، به دشنام و توهین و اهانت به شما باز میکنن، دست دراز میکنن به سوء، تجاوز میکنن به شما، به حریم شما، به زندگی شما، به حق شما، به کشور شما، اهانت میکنن، مسخره میکنن شما رو، توهین میکنن به شما. چطور عزت یک مسلمان اجازه میده شما همچین چیزی رو بپذیرید؟ چطور شما با اینها باز اعلان دوستی میکنید؟ این ذلت رو میپذیرید، این خفت و خواری رو قبول میکنید. چرا باید این گونه باشه مسلمان؟ و ودوا لو تکفرون، اونها آرزو دارن، علاقه دارن، دوست دارن که شما کافر بشید. کافر چرا دوست داره مسلمان کافر بشه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. در سوره بقره الله متعال میفرماید در آیه 120 که الله متعال به شما اعلان میکنه یهود و نصارا، مسیحیان و یهودیان هرگز از شما راضی نمیشن تا شما پیرو ملت اونها نباشید، مثل اونها نشید. فکر نکنید شما میتونید با باج دادن، با عوض کردن قانونهای کشورهای خودتون، با دشمنی بر علیه اسلام و مظاهر اسلامی در کشورهای خودتون، با مبارزه با اهل دین در کشورهای خودتون میتونید اونها رو راضی بکنید اگر ذره ای از ایمان در وجود شماست. اینها تا شما رو مثل خود نکنن بل نمیکنن شما رو. و ودوا لو تکفرون، اینا دوستان شما کافر بشید. چرا؟ چون کافر میدونه که عزیزترین سرمایه یک مسلمان ایمان یک مسلمانه. ایمان مسلمان برای او از جانش، از مالش، از خانوادهش، از فرزندانش، از کشورش، از هر چیزی که داره عزیزتره و عزیزترین شیء مسلمان رو میخواد ازش بگیره که ایمانشه. این نشان اوج کینه و بغض دشمن نسبت به مسلمان هاست. این نشان اوج کینه و عداوت اینها نسبت به مؤمنین است. میخوان عزیزترین شیء مؤمن که ایمانش هست او رو از اون بگیرن. به این خاطر ودوا لو تکفرون، اینها دوست دارن شما کافر بشید، چون میدونن عزیزترین سرمایه‌ای که شما دارید ایمان شماست. و اینه که الان ما میبینیم جنگی که غرب بر علیه مسلمان‌ها رو انداخته، همه اینها محورهای جنگ‌های مختلفشون از راه‌های مختلف همه ایمان مردان ما و زنان ما رو تحت شعاع قرار میده و اون رو هدف قرار گرفته. ایمان ما رو میخوان از ما بگیرن. اگر فیلم هایی که درست میکنن، اگر سریال هایی که درست میکنن، اگر شرق و غرب جنگ هایی که اتفاق میفته، اگر فعالیت های تبشیری و تبلیغات مسیحیت اتفاق میفته، اگر جاسوسی هایی که داره میشه، اگر دست نشانده های اسلامی میگذارن در کشورهای اسلامی از منافقان خودشون رو، همه اینها به دنبال یک چیز است که ودوا لو تکفرون، میخوان کفر از شما مشاهده بکنن، ایمان شما رو از شما بگیرن. چون سرمایه وجود مسلمان و ثروت او و قدرت او و عزت او و افتخار او همه در ایمان او نهفته است و شجاعت او و مردانگی او و استقلال او همه در ایمان است. و ایمان از مسلمان گرفته شد دیگه چی باقی میمونه براش؟ و ودوا لو تکفرون لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ایمانتون رو از دست ندید. ایمانتون رو به خاطر این که شما خویشاوندانتون رو حفظ بکنید، فرزندانتون رو حفظ بکنید، به کرسی و مقامی برسی، به پست پولی برسی، به دنیایی برسی، ایمانت رو نفروش با دوستی با کفار. نفروش ایمانت رو. چرا به ایمان میفروشی؟
چرا؟ به خاطر اینکه میترسی دشمنان به خانواده تو ضرر برسونن، به مال ضرر برسونن، تجارتت از بین میره، باج ندی پست و مقام رو ازت میگیرن، کرسی رو ازت میگیرن، تاج و تخت آبا و اجدادی رو که به اسپردی ازت میگیرن، حمایتت نمیکنن. چرا؟ میخوای چند صباحی بر مسند و قدرت باشی؟ هیچ کدوم از اینا، ولی خانواده تو، ولی فرزندان تو در خطر باشن، نباید تو ایمانت رو بفروشی به خاطر حفظ خانواده تو، چون اینها روز قیامت به دردت نمیخورن. لن تنفعکم ارحامکم، روز قیامت به دردت نمیخوره نه خویشاوندانت ولا اولادکم، و نه فرزندانت. یوم القیامت یفصل بینکم، روز قیامت اصلا بین شما فاصله میفته، تو اصلا نمیبینید خویشاوندان خود رو. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی، انسان از برادرش میگریزه، از پدر و مادرش فرار میکنه، از همسر عزیزترین فرد زندگیش، محرم اسرارش و فرزندش رو میگذاره، فرار میکنه. اینا به دردت نمیخورن. به خاطر فرزندت، به خاطر همسرت، به خاطر خویشاوندانت گناه میکنی، معصیت میکنی، فسق و فجور میکنی، سرقت میکنی، زنا میکنی، گناه انجام میدی، دوستی با دشمن میکنی. چه توجیهی داره آخه؟ بهانه میاری که فلان فلان فلان. هیچ توجیهی وجود نداره. انسان به خاطر فرزندش، به خاطر فرزندم این کارو کردم، چرا دزدی کردی؟ به خاطر فرزندم، به خاطر بچه‌هام. چرا همکاری میکنی با اینها؟ به خاطر آینده بچه‌هام. از کسی میپرسه چرا تن فروشی میکنی؟ بچه‌هام گشنن. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، چرا از ظالم حمایت میکنی؟ قوم ماست، خویشاوند ماست، غیرت قومی ما اجازه نمیده، پسرعموی ماست، بزرگ قوم ماست، پشتش هستیم، ولی این که هر چی باشه میزنیم، میکشیم. به خاطر تعصب قومی، رهبر ماست، رهبر حزب ماست، رهبر گروه ماست. در به در نکنید خودتون رو به خاطر تعصبات قومی، به خاطر تعصبات بیجا، به خاطر فرزند، عزیزترین فرزنده دیگه. از این عزیزتر چی میخواد باشه؟ علی تعالی میفهمد به خاطر فرزندت هم این کارو نکن، چه برسه به خاطر دیگران. روز قیامت هیچ کدوم به درد نمیخورن. یوم القیامت یفصل بینکم، روز قیامت بین شما اینا فاصله میفته. توحید رو، رسالت رو، دین رو، دعوت رو، جهاد رو، راه دین رو ول میکنی به خاطر فرزندت ول نکن، چه برسه به خاطر زنت، چه برسه به خاطر دوست و آشنا، چه برسه به خاطر مال دنیا، چه برسه به خاطر حطام دنیا. برای هیچ کدوم از اینا پس نکش پارو. تهدید میکنن، بذار تهدید میکنن، بذار بکشن، تو وایستا در این راه مقاومت بکن. یوم القیامت یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر، الله تعالی با آنچه که انجام میدید آگاه است. الله تعالی داره تو رو میبینه، مشکلات تو، مصیبت های تو، سختی های تو رو میبینه، ارزش داره براش، ارج میگذاره برات، اینها رو ثبت میکنه، فراموش نکرده. تحمل کن، دینت رو به دنیا نفروش. یاد بگیر از ابراهیم علیه السلام. نگو که سخته، نگو منو با آتش میندازن، نگو پدرمه، نگو فرزندمه، نگو همسرمه، که ابراهیم علیه السلام در پدرش آزمایش شد، در همسرش آزمایش شد، در فرزندش آزمایش شد، در همه آنچه داشت در زندگیش آزمایش شد، در جان خودش آزمایش شد. وقتی 16 ساله شد با آتش انداختنش. همسر و بچه‌ش رو گذاشت اونجا در مکه مکرمه و رفت. پسرش اسماعیل رو سر برید. پدرش کافر بود، آزر. چه کارها که نکرد، چه مشکلاتی که اتفاق نیفتاد براش. چرا امام انبیاست، چرا امام توحید است، چرا نامش در تاریخ می درخشد. افتخار میکنه انسانی فرزند خود رو ابراهیم بنامد. من با افتخار اسم پسر خودم رو ابراهیم گذاشتم. این انسان رو الله متعال میفهمد این گونه بود. قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم، برای شما یک الگوی نیکوست در ابراهیم علیه السلام. ان ابراهیم کان امه، ابراهیم یک امت بود. ابراهیم خودش به تنهایی یک امت بود. ابراهیم علیه السلام شخصیتی که انسان در برابرش میسته در حیرت باقی میمانه. فرعون های زمان، نمرود زمان، نمرود معروف است، دشمن ابراهیم علیه السلام است. با نمرودها جنگید، با فرعون ها جنگید، با دشمنان عجیبی روبرو شد، فتنه ها تحمل کرد، غم ها تحمل کرد، قرصه ها تحمل کرد، هجرت ها تحمل کرد، مصیبت ها تحمل کرد، آزمایش های فراوان تحمل کرد. تو که خودت رو ابراهیمی میدانی، تو که خودت رو پیرو ابراهیم علیه السلام میدانی، هر روز بر او درود میفرستی، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید.
یاد بگیر ازش. برای شما بهترین الگو ابراهیم علیه السلام است. والذین معه، نه تنها ابراهیم، یارانی که با او بودن همین جوری هستند. یاران محمد علیه السلام هم باید اینطوری باشند و پیروان محمد علیه السلام هم باید اینجوری باشند و دوستداران محمد ابراهیم باید اینطوری باشند. ان قالوا، چطور بودن اینها یا الله؟ چی داشت ابراهیم؟ قالوا لقومهم، گفتن ابراهیم نه تنها خودش و پیروانش به قومشون گفتن ان براء منکم، ما بیزاریم از شما. قالوا لقومهم، به قومشون گفتن، پسر عموشون، پسر داییشون، پسر خالهشون، پسر عمهشون، قوم همیناست دیگه. اذ قالوا لقومهم ان براء منکم، ما از شما بیزاریم و مما تعبدون من دون الله، بعض آنچه که به غیر الله متعال شما میپرستید و به فریاد میخوانید، غیر الله متعال رو شرک میکنید، مشرکید شما. معیار حقیقت است. در اسلام اخوت و برادری بر مبنای دین است، نه نسب. قوم من کسی است که در اعتقاد من است، برادر من کسی است که مؤمن است. انما المؤمنون اخوتون، با اینها باید دوستی کرد. اولئک حزب الله، یا حزب الله تعالی و گروه الله تعالی مؤمنان و موحدین، نه مشرکین و کفار. ان براء منکم و مما تعبدون من دون الله، ما از شما و از آن کاری که انجام میدید اعلان بیزاری میکنیم. کفرنا بکم، ما کافر شدیم به اعتقاد شما و قبول نداریم اعتقاد شما رو، پشت کردیم به شما. و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. با چه شدتی آغاز شد بین ما و شما دشمنی و عداوت و بغض ابدا. این رابطه اینجا پایان پذیرفته است. دیگه من با تو قوم نیستم، فامیل نیستم، به خاطر اینکه تو شرک داری، تو کافری، تو با کفار همراه هستی، تو فاسقی، فاجری. و بعد بیننا و بینکم العداوة والبغضاء، بین ما و تو دشمنی است و کینه است. من متنفرم از تو و از کار تو و از فعل تو ابدا، تو ابد. حتی تؤمنوا بالله وحده، یک شرط داره، تا موحد بشی برای الله متعال، به اعتقاد توحیدی برای الله متعال قبول بکنی، بپذیری، اون موقع من با تو صلح میکنم، برادر من میشه. اون موقع حکایت فرق میکنه. این تولا و تبراست. این محبت به خاطر الله تعالی و دشمنی به خاطر الله تعالی است. چقدر من و تو پیرو این راهیم؟ چند بار به خاطر الله متعال دوباره قوم خودت و طایفه خودت ایستادی و تعصبات قومی را و فرهنگ‌های عجیب و غریب قومی رو زیر پا گذاشتی به خاطر الله و مبارزه کردی با این تعصبات و فرهنگ‌های بیجا و جاهلانه به خاطر الله. چرا حاضر نیستیم این کار رو بکنیم؟ این کار نیست که ما همینجوری بگیم فقط حسب الناس و یترکوا و یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. فکر کردن مردم که بگن ما ایمان آوردیم همین راهها میشن و آزمایش نمیشن. فلا یعلمن الله الذين صدقوا ولقد فتنا الذين من قبلهم، قبل از شما خیلی آزمایش شدن. فلا یعلمن الله الذين صدقوا ولا یعلمن الكاذبین. تا الله متعال صادقان و دروغگویان رو مشخص بکنه. حکایت باید مشخص بشه، شما راست میگی یا دروغ میگی. ایمان در محک قرار میگیره، در سختی ها، در مصیبت ها، در مشکلات. وقتی که همه حواس حالشون خوبه، همه چی خوبه، در اینجور جاهاست که مشخص میشه. همون کاری که صحابه رسول علیه السلام کردن با خانواده هاشون، با فامیل هاشون. در جنگ بعد این طرف و اون طرف پدر و پسرها ایستادن، برادرها ایستادن، روبروی هم شمشیر زدن و کشتن همدیگر رو. این حکایت، این توحید است. دشمن الله دوست من نیست، هیچ نسبتی با من نداره، ولو اینکه برادر من باشه. برادر من اون غلام زرخریدی است که آزاد شده و هیچ نسبتی با من نسبی نداره، ولی این برادر من است. اینی که از نسل من و پدر و مادر من، وقتی که مثل من نباشه برادر من نیست. لقد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراهیم. از ابراهیم این رو یاد بگیرید. گفتن حتی تؤمنوا بالله وحده، تا به الله ایمان بیاورید. حتی ابراهیم علیه السلام برای پدرش دعا کرد، گفت استغفرلک ربی، بابا جان من از الله تعالی میخوام تو رو ببخشه. حتی الله متعال میفهمد ابراهیم این رو گفت، شما این رو حق، همین رو حتی حق ندارید بگید الا قول ابراهیم لابیه. این قول ابراهیم رو هم حق ندارید ازش الگو بگیرید. باز نگید که ابراهیم برای پدرش دعا کرد. اون به ابراهیم برای پدرش دعا کرد، گفت فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. وقتی آشکار شد که اون دشمن الله تعالی است، دیگه از اون اعلان براءت کرد.
اون ابتدا بود. بعد الله تعالی فرمود پدرت با کفر از دنیا میره، دیگه حق نداری براش استغفار کنی. دیگه گفت من از تو بیزارم. الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لک، وقتی گفت من برای تو استغفار میکنم، این اون موقعی بود که نمیدانست، حق نداره. الله تعالی فرمود این مشرک است و با شرک از دنیا میره، حق نداری براش دعا بکن. اون موقع فرمود و ما املک لک من الله من شیء، من مالک هیچ چیزی در برابر الله تعالی نیستم، از تو نمیتونم در مقابل الله تعالی از تو حمایت بکنم، چون مشرکی، چون کافری، نمیتونم از تو حمایتی بکنم. از پدرش هم اعلان بیزاری کرد، ابراهیم علیه السلام. این گونه است که شما، ابراهیم علیه السلام برای شما الگوست. حتی پدرش، پدر، رابطه پدری و پسری، حتی پدر و پسر، هیچ توجیهی وجود نداره همکاری با کفار و مشرکین، همراه شدن. کسانی که در صف نیروهای نظامی با کفار و مشرکین همراه میشن، قبر خود رو میکنن، در به در میکنن خود رو، ایمان خود رو تیشه به ریشه ایمان خود میزنن. کسانی که با اهداف کفار و مشرکین و ظالمین همراه میشن، به خاطر به دست آوردن پولی، به خاطر به دست آوردن منصبی، به حجت‌های مختلف، که ما فقیر هستیم، که پول نداریم، که کار نداریم، که مجبوریم. مجبور نیستی، برو کار دیگه ای بکن. مجبوری برو به دین خودت رو بفروشی. این بچه فردا به درد تو میخوره، روز قیامت میاد بگه که بابا خدای ما این رو ببخشید، به خاطر من رفته بود. سلام تو علیک نمیگه روز قیامت. یوم یفر المرء من اخیه، انسان از برادرش میگریزد، و امیه و ابی، از پدر مادر فرار میکنه. الله متعال میفهمد یوم القیامت یفصل بینکم، روز قیامت روز جدایی است. هیچ کدوم از اینها رو پیدا نمی‌کنید. خودتی و خودت تنها در قبر می‌خوابی. خودت رو به خاطر خانواده خودت، به خاطر پدر مادرت، به خاطر خواهر برادرت، به خاطر فرزندانت بدبخت نکن. ایمانت رو در به در نکن. کاری نکن که این حمایت تو از اونها سبب سلب ایمان تو بشه. خودت رو گناهکار نکن. در راه اطاعت از الله متعال هیچ کسی مانع تو نشه و هیچ گناهی رو نپذیر به هیچ حجتی. ربنا علیک توکلنا، این دعا رو میخوندن ابراهیم علیه السلام یارانش، به دعای عجیبی است برای من و شما. این دعا رو بخون. بله این راه سخت است، شاید تنها بمونی، قومت تو رو ترک بکنن، توهین بشی، اهانت بشی، بی احترامی ببینی، مشکلات میبینی، سختی ها میبینی، غربت تحمل میکنی، شاید زده بشی، شاید بیرون اخراج بشی از خانه خودت، خاشانه خودت، تنها میمونی. اما قصه نخور، ربی داری که تو رو تنها نخواهد گذاشت. ربنا، این رو باز تمام وجودت خودت رو بسپر به الله متعال. فرزندت رو اینجوری تربیت کن. ربنا علیک توکلنا، بگو بار الله من بر تو توکل کردم، به تو اعتماد کردم، خود رو به تو سپردم. در بنبست راه آسمان باز است، پس پرواز کردن رو بیاموز. به بچه های خودت یاد بده پرواز کردن رو. به مرغ کوچکی که در خانه تو در حال رشد است، قبل از اینکه از لانه بیرون بده پرواز کردن رو یاد بده که چطور پرواز بکنه. بهش یاد بده، به فرزندانت، به خانواده خودت. توکل رو خودت تجربه کن و به دیگران بیاموز، یاد بده به اونها. ربنا علیک توکلنا، در ابتدای دعا فرمود ربنا علیک توکلنا، بار اله به تو توکل کردیم، تا به ما یاد بده که از همون ابتدا توکل رو شروع بکن، تمرین بکنه. دعای تو باید با توکل به الله تعالی باشه. وقتی دست به دعا بلند میکنی، خود رو تو با تمام وجود بسپر به الله تعالی و دست گدایی به پیش الله تعالی دراز بکن. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا، به سوی تو بازگشتیم، توبه بکن، با تمام وجود از گناهان گذشته خودت استغفار بکن. بگو یا الله من به تو، فقط به تو امید دارم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو رو میپرستم و فقط از تو استعانت میکنم و کمک میخواهم. وقتی در دعای خودت از الله توکل میکنی، هیچ ذاتی رو به جز الله در ذهنت نداشته باش. فکر کن تو در این دنیا تنهایی و هیچ کسی رو نداری. فقط این گونه دعا کن، از الله بخواه، توبه بکن. بگو یا الله میخوام پرونده صفحه جدیدی رو باز بکنم بین خودم و بین تو، کمکم کن. و الیک انبنا و الیک المصیر، من به سوی تو باز میکردم، بازگشت من به سوی توست. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، خدای ما را وسیله آزمایش کفار قرار نده. یک معناش اینه که ما رو لگدکوب اونها قرار نده، میاد ما رو بزنن و بکشن و تحقیر بکنن و بعد فکر بکنن که اونها برحقن، چون اگه برحق نمی بودن وقتی ما رو میزنن ما برحق باشیم، ما رو میزنن و میکشن، چون برای سر اونها در نمیاد و این گونه مبتلا بشن.
اونها رو این گونه مبتلا نکن و ما رو هم با اونها مبتلا نکن که اونها بیان بر سر ما ظلم بکنن و تجاوز بکنن و اهانت بکنن. ما رو وسیله ابتلای خودمون و اونها قرار نده. ما رو به وسیله اونها آزمایش نکن، اونها رو هم به وسیله ما آزمایش نکن. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا. ما رو ببخش یا بار الله، ما رو ببخش، به ما رحم بکن. انک انت العزیز الحکیم. همانا تو عزت داری، هیچ چیزی نمیتونه که جلوی خواسته تو رو بگیره، تو رو مجبور بکنه. تو هیچ عاجز نمیشی در هیچ کاری که بخوای انجام بدی. عجزی در کار تو وجود نداره و حکمت داری، غالبی و چیره‌ای و قدرتمندی و حکیمی. من میدونم که تو حکمت داری، من میدونم که تو منو بهتر از من دوست داری، من میدانم که تو مهربان ترین مهربانانی، من میدانم که تو حکیم ترین حکیم ها هستی و میدانم که تو عالم به غیب و میدانم که آنچه برای من مقدر کردی بهترین است برای من. راضی هستم به رضای تو. بسپار خودت رو به الله تعالی، توکل کن به خدای خودت، بپذیر خدای خودت رو، با تمام وجود خدای خودت رو قبول کن و احساس کن. لقد کان لکم فیهم اسوة حسنه. برای شما الگوی نیکویی است در آنها ابراهیم و یارانش. این توکلشون و این حبشون نسبت به الله تعالی و صبرشون و استقامتشون. لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. برای کسانی که ایمان به الله دارن و امید به آخرت دارن باید این گونه باشی، ابراهیمی باشی. و من یتولی، اما اگر کسی روی گردان، فان الله هو الغنی الحمید. الله بی نیاز است، غنی و ثروتمنده، نیازی نداره به هیچ کسی که او عبادت بکنه، نیازی نداره. الله نیازی به کسی نداره، نیاز به ستایش تو هم نداره. هو الغنی الحمید. غنی ستایش شده است، حمید یعنی خیلی ستایش شده. الله تعالی رو بنای که اون ستایش میکنن. غنی حمید است، نیازی به ستایش من و تو نداره که عبادتش بکنیم یا نکنیم چیزی از ملک اون کم نمیشه. الله تعالی غنی است، اما از اون غنی هایی که ستایش میشن. هر غنی ستایش نمیشه. خیلی غنی ان، ثروتمندن، اما خسیسن، اما بذل و بخشش ندارن. الله غنی حمید است. بخواه از الله غنی، بگو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. به مانند موسی علیه السلام بگو که خدایا من هر آنچه خیری که بر من نازل بکنی من نیازمند تو ام، به من بده هر آنچه خیر من است، تو بهتر میدانی خیر من را. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردی از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه بعد و آیات دیگر همه شما خوبان رو به الله متعال می سپارم. الله یار و نگهدارتان باد. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني